در سال 1974 وقتی شرکت لامبورگینی یک سوپرکار بی‌نظیر یعنی لامبورگینی کونتاشو داد بیرون، یه جورایی تمام دنیا عاشق این ماشین شدن، چون یک همچین ماشین و طراحی تو دنیا ندیده بودن و کاملا یک طرح نو جدید بوده. لامبورگینی 4 سال کونتاشو میسازه میده بیرون تا میرسیم به سال 1978، موقعی که اونها یک بال بزرگ به عقب این اضافه میکنن. با وجود اینکه خیلی‌ها این بالو دوست داشتن، اما قوانین راهنمای رانندگی کشورهای مختلف هیچ موقع اجازه نداد که این بال روی این ماشین نصب بشه، چون گفتن اول از اینکه دید عقب راننده رو میگیره، دوم از این آیرودینامیک بودن ماشین رو از بین میبره و مصرف سوختش هم میره بالا. اما خیلی از خریدارا از این بال خوششون میومد و لامبورگینی هم برای اینکه این مشتری‌ها رو از دست نده، بهشون میگفت ما ماشین رو بدون بال بهتون میفروشیم، بالش رو جدا بهتون میدیم، بریم بیرون تو پارکینگ بیستیم، ما تکنسین میفرستیم که نصبش کنه، دیگه این جزء مسئولیت ما نیست. امروزه یکی از زیبایی‌های